با عرض سلام، حسین باقری هستم. این جلسه میخوام اثبات بکنم که غلظت مساوی 10 ضرب داره درصد جرمی ضرب داره چگالی بر حسب گرم بر میلی لیتر تقسیم بر جرم مولی. این از کجا اومده؟ ببینید ما یه فرمول ساده داشتیم واسه غلظت، میگفتیم آقا غلظت مساوی تعداد مول تقسیم بر حجم، درسته؟ خب حالا من به جای تعداد مول می نویسم جرم حل شونده تقسیم بر جرم مولی، درسته؟ خب به جای حجم هم می نویسم جرم محلول تقسیم بر ارزم حضورتون که چگالی. ببینید حجم به خاطر اینکه واحدش لیتره و این جرم محلول ما هم بر حسب گرمه، پس چگالی ما میشه چی؟ بر حسب گرم بر لیتر، درسته؟ خب این از این. خب حالا بریم پایین اینا رو جایگذاری کنیم ببینیم به چه شکلی میشه. خب ببینید پس غلظت شد چی؟ غلظت شد پس خب تعداد مول که گفتیم میشه ام حل شونده تقسیم بر ارزم حضورتون جرم مولی، خب تقسیم بر به جای حجم هم نوشیم ام محلول تقسیم بر چگالی. خب اگه اینا رو دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم میشه ام حل شونده تقسیم بر ام محلول ضرب داره خب چگالی میاد بالا، جرم مولی میمونه پایین. خب حالا ما یه یادآوری این کنار بکنم، درصد جرمی میشد ام حل شونده جرم حل شونده تقسیم بر جرم محلول ضرب در 100 که میشد آ. خب حالا این عبارت میشه چی؟ این عبارت میشه آ صدم دیگه، درصد جرمی تقسیم بر 100. خب حالا میام جایگذاری میکنم، می نویسم که خب سی مساویه با خب آ ضرب در دی ضرب در 100 امم. خب حالا ببینید چگالی ما گفتم بالا واحدش چیه؟ گرم بر لیتره. حالا من میخوام اینو تبدیلش کنم بر گرم بر میلی لیتر. چجوری تبدیل میشه؟ خب ببینید این گرم بر لیتره ضرب داره هر 1 لیترم 1000 میلی لیتره، درسته؟ خب پس اگه من چگالی رو تقسیم بر 1000 کنم دقیقا این واحد ما تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه گرم بر لیتر، گرم بر میلی لیتر، درسته؟ خب حالا پس من میام یه دونه 10 تو صورت اضافه میکنم، یه 10 تو مخرج، میشه چی؟ میشه 10 آ دی تقسیم بر 1000 امم. خب گفتم چگالی تقسیم بر 1000 میشه گرم بر میلی لیتر واحدش. خب این 1000 خط میخوره، پس در نهایت غلظت ما میشه 10 آ دی امم که ام میشه جرم مولی، دی میشه چگالی بر حسب گرم بر میلی لیتر. این هم از اثبات این فرمول. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.